صحبت فرضی دوگانگی ها در داخل رحم مادر. اولی، آیا تو به زندگی بعد از تولد باور داری؟ دومی، البته که باور دارم. چرا؟ باید بعد از تولد چیز وجود داشته باشد. شاید ما در رحم مادر برای زندگی آینده و آنچه که باید در آینده باشیم آماده می شویم. اولی، چه نظر بی‌معنا و خنده‌دار. بعد از تولد هیچ زندگی وجود ندارد و آن هم چه زندگی خواهد بود. دومی، من دقیق نمیدانم، مگر شاید آنجا روشنی بیشتر وجود داشته باشد. شاید آنجا با پاهای خود راه برویم و با دهن خیش غذا بخوریم. اولی، کاملا بی‌معنا. قدم زدن با پاها ناممکن و خوردن با واسطه دهن مضحک. همین بند ناف یگانه منبع غذایی ماست. مفکوره زندگی بعد از تولد کاملا منتفی است و بند ناف هم بسیار کوتاه. دومی، مگر من فکر می کنم که بعد از تولد یک چیز وجود دارد که شاید متفاوت از اینجا باشد. اولی، هیچ کس بعد از تولد دوباره از آنجا نیامده است. تولد پایان زندگی است و بس. بعد از تولد جز تاریکی هیچ چیز وجود ندارد و تولد ما را به هیچ جایی نمیبرد. دومی، شاید من نمیدانم، ولی به یقین مادر را خواهیم دید. مادری که از ما پرستاری و نگهداری خواهد کرد و مراقب و مواظب ما خواهد بود. اولی، مادر؟ تو به موجودیت مادر معتقد هستی؟ او مادر حال کجاست؟ دومی، مادر از هر طرف ما را احاطه کرده است. در حقیقت ما در داخل مادر زندگی می کنیم. بدون مادر این دنیای ما وجود نخواهد داشت. اولی، من که مادر را نمی بینم، پس منطقی این است که مادر وجود ندارد. دومی، گاهی زمانی که سکوت می کنی می توانی مادر را بشنوی و حتی او را حس و درک کنی. من باور دارم که یک واقعیت بعد از تولد وجود دارد و ما اینجا هستیم تا برای رویارویی با آن واقعیت آماده شویم. شما چی فکر میکنید؟ آیا بعد از تولد زندگی وجود دارد؟ و آیا بعد از مرگ زندگی وجود دارد؟